آیا با طلبنده هایی که در راه هستند پول میتیم صدقه میشود یا نمیشود؟ بعضی برادرها از من سوال میکنن که همین طلبنده را پول میتیم، بعضی آدما ما را میگن که نتین که گناهگار میشین. مردم تاجیک ما از بس که برادرای عزیز خیر الحمدلله مسلمان که هستند، با رحم که هستند، انا هر یک طلبنده را مقصد یک مبلغ میتن، لیکن از نگاه دین ما برادر عزیز طلبنده وقتی که می طلبه و میخرد وای حلال نمیخرد. اگر یاد داشته باشین در دوره های حکومت سویتی از جوگی مقصد چایشان میدادن، نانشان میدادن، یگان متریالشان میدادن، همون وقت سودا دا میموندن مردم نمیخرید. میگفت که فقیری میاره، کمبغلی میاره، برای که مردم همیشه تعلیم کردن که وقتی چیزی را که آدم طلبید او دیگه حرامه. акай ғуломҷон бачаҳам кирм доранд, чӣ тавсия метиҳед? фарзандотон кирм дошта бошад, роҳшонда дог пайдо мешавад, иштаҳаш гум мешавад, хароб шуда мегирад, фарбе намешавад. Неки вормекси табиӣ маҳсулот шуда, ягон ҷошон ба зарар надорад. аз 2 сола боло хӯрдан сар мекунад, 20 рӯз ба мерасад, кирмоша мерезонад, обязательно пархез кунад, шириниёе нахӯронед, 20 рӯз пархез қати худо ход амина хӯрад, ман ба раҳмат мегӯям. чӣ хел заказ кунем акаҷон? ура фурӯхтан иҷозат надорад. барои ҳамин дар ислом бародарои азиз طلبیدن فقط برای 3 آدم درسته. یکم کسی که در گردنش خونبه ها، یعنی یک آدم برادر نافهمیده وقتی به قتل میرسونه به ماشین میزنش که میبره. در شریعت باید 100 شتر حق خونی همو گفته برده در صاحب مرده بتن. وقتی همین آدم که نداره برآمده به طلبه درسته. یا آدمی که قرض داره، یا آدمی که یک روزه خوراک نداره، انمیو طلبیدن در حق داره. یا یک نفری که بیچاره دستش کار نکنه، چشماش نبینه، پاش کار نکنه، یگان آدمی که ایرا در خانه تامین کنه نداشته باشد، اینها را میشود یگان سومک یاردم کنین. لیکن این نفرهایی که امروز برادرای عزیز طلبیدن کسب کردگیان، برای چی من بسیاری وقت میگم که همین کودکایی که میدوام پول میگن نتینشون که شما یک باره همونو را عیباد و بخار میبرارین، او آمخته میشود، با همون سومیت میرود، تمامی کار را میکنه، دیگر او کار را بگردن نمیگیره، خوندن را بگردن نمیگیره، فقط طلبیدن قطعی. برای همین هر کسی که اگر با راه طلبیدن میخواهد که زندگیش بهبود کنه یا میخواهد که همین را کسب کند، اینها را یاردم نکنین شما گناهگار نمیشین. اگر یاردم کنین گناهگار میشین. برای بگذار رفته کار کنن، برای مهنت کنن. این خیلی گپ نیست که فلان طایفه را اجازت که مثال برای بطلبه. من گفتم نفرهای کدام نفرها حق طلبیدن دارن، شریعت برای یا معین کردگی است. بسیار بچه‌ها انرژتیک بسیار میخورد و من به مینویسم اکای غلامجان قوتم پس چیکار کنم؟ برای شما یک محصولات طبیعی رو توصیه می‌کنم. انرژتیک عموما نخورید. همین 2 تاش یک ماده میرسه. یک بار گرفته خورده بینید قوتتون بلند میکنه، ایمونیتت بلند میکنه. باور کنید من به هزار رحمت میگویم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راهگردی گناه است. یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را میقپد راه میگردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم میگوید الحیاء کله خیر. داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. ما البته تشبیه به آن مردم کافر و مجوسی و یهودیایی که امروز این عادت دارند باید تشبیه به آنها نکنی. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است.
ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری میگوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چی زن ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناهی نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم ما و شما. خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش میگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلو یکدیگر میدید با دره میزد، میگو شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تاثیر میکند. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یکدیگر نشینین، در کوچه نه. امروز نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او، بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیش بر خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها. چی میشود؟ در نزد خدا چی جواب میگفته باشند؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای. این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما رویمال ها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است. این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایه کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که میشود از همون زنهایی که سر لوچند، گردن لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود. برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن،
ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است. صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است انا زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیب برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم. و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پرنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنن و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم
بدنهای لوچ است یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونا حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته می شود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ به سوی همون حرام ها میکنه. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید. بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینا را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خوانده ایستادند. و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با راه بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمون نبود، مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناه های همونها در گردن من هستن یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشه. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است
به حرمت این روز جمعه خدایا با فضل کرم خود مغفرتش بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشیش دو سوال مرا بسیار دقت می دهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس. یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست میداری؟ گفت بله شوهر من دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری؟ اندازه شو بگو چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست میداری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر، چند کیلومتر همین شوهر تا دوست میداری؟ این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است. گفت از عقل بیرون است. محبت شوهر ما چین کرده نمیشود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو سمیع بصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبتی شوهرت بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود
این معنا جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد ببخشید داملا خبر میداده. همسایه بالای همسایه حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذر. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری ها در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد ایمان ندارد ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرری میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که میشه سخن نیک بگوید. امروز از همسایه داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد لکن همسایه از راه گرداندش. گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یک دیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه داری هایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز، میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود؟ به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکنند البته این از سبب بیشرایطی هست و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنن هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین
زمین جای داشته باشند زندگی کنند، لکن دست نارسا شرایط ناخوب آنها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب است چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باکی ندارد.